الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. موضوع امروز ما درباره کنترل غریزه ها و غضب و خشمگین شدن است که چگونه ما می توانیم خود را از غضب و خشم برهانیم. اکثریت عزیزان و سروران و بعض خواهران و برادرای ما که متأهل هستند، اونا شکایت های از همسران خود دارن، میگن که همسران ما خیلی غضب میشه و جنگ و دعوا خیلی زیاد میکنن. یک فرمول عمومی در اینجا هست که خیلی مهم است و او سخنان زیبای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است و او است که غضب از شیطان است. غضب از شیطان است. غضب از شیطان است. غضب از شیطان است. پس هر وقت که شما غضب شدین و خشمگین شدین، غضبتان را بخورید و فرو بنشانید و با آب سرد وضو بگیرید و بگوین که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. درباره ازی علامه ابن الجوزی رحمه الله سخن خیلی زیبا داره که اگر به پند و وصیتشان گوش کنیم انشالله که این مشکل در خانواده ها خیلی با آسانی اصلاح میشه. علامه ابن الجوزی رحمه الله میگوید که وقتی که دید دوستت خشمگین شد و سخنان ناشایسته و خراب و پلشت و بد براتو میگه، نباید به سخنای از او اعتبار بکنی. و نباید او را برای از او سخنا سرزنش بکنی. به خاطر چیزهایی که گفته او باید توبیخ نکنیش. به خاطر ازی که او در این حالت مثل یک انسان مست است، یک انسانی که شراب نوشیده و او مست است و کسی که مست است سخن میگوید، مردم دیگره که نرمال است و عادی است چگونه با او صحبت میکنن و اون میگه که چون این مست است و اون نمیفهمه که بالای از او چی میگذره و میگه که او را فوراً آرام بساز یا خودت آرام شو و خودت صبر پیشه بکن و این حالت او را معیار قرار نده. به خاطر ازی که شیطان بالای از او غالب شده و طبع به هیجان افتاده، یعنی طبیعتش در حالت هیجانی است و عقل از او پنهان شده، یعنی عقلش زائل شده. و این سخنان رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میگه که غضب از شیطان است و این اشاره میکنه که بالای از او شیطان غالب شده و اگر از او خورده گرفتی و به مقتضای کردار و گفتار فعلی و پاسخ دادی و تو هم در مقابل از او سخت گفتی، این به این معنی که تو مانند عاقل هستی که با دیوانه برخورد کرده یا مثل هوشیاری هستی که بیهوش را ملامت و سرزنش میکنه. پس تو گناهکار و مقصر هستی. سبحان الله. یعنی زمانی که دوست شما، همسر شما، رفیق شما، برادر شما، خواهر شما، بزرگ شما یا کوچک شما به نوع بالای شما غضب میشه و الفاظ از دهنش میبراید که غیر قابل قبول است، خلاف ادب است و اگر شما هم در مقابل از او دفعتاً غضب کردین، پس ملامت شما هستید و گناهکار شما هستید و مقصر شما هستید. پس با دیدگان رحمت با او بنگر و از او چشم پوشی کن و به او مولت بده و ای را بفهم که هرگاه که او هوشیار شود، دوباره هوشش به سرش بیاید، عقلش که زائل شده او دوباره بر بگرده، او پشیمان میشه و وقتی که او پشیمان شد، او صبر و حوصله‌ای که شما از خود به او نشان دادین برای از او چی میشه؟ برای از او یک معیار در مقابل شما تعیین میشه و او را خیلی میستاید. در قلب از او، در دل از او شما یک مقام و یک جایگاه خاص را پیدا میکنید. از او خاطر است که میگه که لازم است که فرزند هنگام خشم پدر و همسر هنگام خشم شوهر این حالت بیاموزه و او را به حال خود بگذاره و او حالت از او را معیار قرار نده تا زمانی که او پشیمان شده و معذرت خواهی بکنه. و راستی هم همه طور هست
ما خودم عزیزان گرام قدر این را امتحان کردیم، اما متاسفانه بسیاری از مردم خلاف این روش عمل میکنند. هر وقتی که یک انسان خشمگینی را ببینن با او مقابله میکنن، یعنی ام شکل از او، امسان از او، اونا هم عقلشان از دست میتن و اونا هم امانند از او الفاظ را به زبان میارن و آواز خود را بلند میکنن و بالا از او خشمناک میشن و عصبی میشن که این برخورد خلاف حکمت و فرزانگی است. بلکه حکمت دری است که دری مضمون امروز بر شما عزیزان ما ایره یادآوری شد. و ما یعقلها الا العالمون، و جز فرزانگان آنها را فهم نمی کنند و سوای خردمندان از آنها عبرت نمی گیرند. و درس زندگی نمی آموزند. ای بود یکی از راهکارهای خیلی مهم به خاطر فرو نشاندن غضب و کنترل حالتی که شیطان میخواهد که بین دو دوست، دو رفیق، دو همراه، بین همسر و دو همسر، شوهر و خانم، بین خواهر و برادر، بین دو انسان ایره ایجاد بکنه. رخنه ای که شیطان میخواهد ایجاد بکنه در اثر وسوسه کردن در گوش و در صدور هزو و الفاظ را به او یاد میده و او هم به او الفاظ چی میکنه؟ اتکا میکنه، غضب میشه و جواب غضب در مقابل شما چی است؟ شما اگر دوباره غضب شدین و شما هم در مقابل ازی همون رقم الفاظ استفاده کردین، صدایتان را بلند کردین، پس از شما هم یک بی‌ادبی، یک بی‌نزاکتی، یک بی‌حرمتی رخ میده. یک بی‌حرمتی حکت، یک بی‌حرمتی شما میکنین، پسی منجر به نزاع میشه. و وقتی که منجر به یک نزاع شد، این نزاع بزرگتر میشه و قلبها رکیک میشه در مقابل یک دیگر. پس چی میشه؟ شما از او بد میبرین و از شما بد میبره و شیطان میخواه که مثل یک باز در درهای ارضی شما بگمانه و شما مقصر هستین که در مقابل بد و پلشتی های از او شما هم بد و پلشت گفتین، در مقابل بیرایی های از او شما هم بد و بیرا گفتین، در مقابل اعصاب خرابی از او شما هم اعصاب خراب شدین. پس دوباره برمیگردیم به سخن رسول مقبول صلی الله علیه و سلم که فرمودن که غضب از شیطان است. و راهایش در حدیث متعدد رسول مبارک صلی الله علیه و سلم برای ما یاد داده که با آب سرد باید وضو بگیریم، وضو بسازیم و چی کنیم؟ بگیم که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ حول، هیچ ترس، هیچ حیبت و هیچ قدرتی والاتر و بالاتر از حول و قدرت و حیبت الله سبحانه و تعالی نیست. بالاتر از حیبت الله بزرگ، معبود بزرگ ما الله سبحانه و تعالی نیست. و گفتاره که ابن قیم جوزی رحمه الله برای ما اینجا سفارش کرده. امید است که از این فرمول برادران و خواهران مسلمان ما در زندگی روزمره تان استفاده بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.